بچه من اورپلیر هستم. به اولین ویدیوم خوش اومدید. من اولین ویدیو یوتیوبمه. قراره با یورتراک بازی کنیم. حالا من نصف راه رو رفتم، یعنی دارم الان بازی میکنم. خب گفتم یه ویدیو اولین چی هم بگیریم دیگه. میخوام اولین چی بگیرم. تازه چی گذاشته، اگر بیاین توی یوتیوب بزنید اورپلیر به فارسی میاره براتون. برید ویدیومو ببینید. آره این اولین ویدیومه. شاید چیکار کنم دیگه. خب 1 2 3 بریم. بچه اگر شما یعنی کامپیوتر دارید حتما این بازی رو نصب کنید. خیلی حال میده بازیش. الان میخوام برم بار بگیرم، بار نگرفتم. شاید اینو 2 پارتش کنم، چون الان شما ببینید بازی منو. حالا 2 پارتش میکنم دیگه. چه میشه کرد؟ خب بچه خدایی تو کامنت ها بنویسید. من این از این چراغ بالا هستن که میزنن. خب ببخشید کمم صدا گرفته و یکم سرم خوردم. خب بچه ها من نمیدونم با چه کلیدی میاره. شما تو کامنت ها بنویسید حتما. بچه الان من دارم میرم. هر کدوم از کلیک ها رو میزنه اصلا نمیاره. نمیدونم باید چی کار کنم تا بیاره. الان ما داریم میریم. خیلی ایزی بیزی. فقط شاید 2 پارتش واقعا کنم، چون نگاه اینقدر راهه. خیلی زیاده. نه ولی زیادم زیادی نیست. اوکی با 2 دقیقه رسیدیم، چون کامیون من قشنگ تا موتور آخر تقویت رنده میکنه. چیا کنن جاده رو. هی روزگاه نام راننده پایده شدی. کام داریم میرویم. بچه الان میپرسید چرا الان کلن اینجاهاش کلن سیاه و تاریک، چون من لامپا رو خاموش کردم. اگر من یکم ببرم نزدیکتر یا چی، اینجا کلا تار میزن، شما نمیتونید ببینید. اینجا کلا کامیون همینا. نگاه اینا. من مشکل دارم با اینا، نمیدونم با چه کلیک روشن کنم. خب بریم به ادامه ویدیو. کلا من این نسخه قدیمی شا. الان میپرسید چرا این مثلا ولوو جدید نخریدی و این چیزا. من چون نسخه قدیمی دارم میخوام نسخه جدیدم بریزم. خب آخه من هنوز چیکار نکردم. قراره الان آخه کامپیوترم رام 4 شاید. آره دیگه روش رام 4 رو میاره. حالا نصب میکنیم. شاید با یه ویدیو جدید با فاش 500 و این چیزا. حالا بریم به ادامه ویدیو. بچه الان برای تو سوال چرا اینجا پرنوره ولی توی صفحه من پرنور نیست. توی آخه گوشی دارم ویدیو میگیرم، به خاطر همین چیه اسمش چیه یادم رفته. به خاطر همین روشن نیست. خب الان براتون سوال پیش میاد که چرا این کامیون خریدین، چون زورش بیشتره. آخه همه تون میدونه، همیشه دارم میگم اگر کامپیوتر دارید حتما این بازی رو نصب کنید. آخه این الان آنلاین نیست کنم این بازی که من دارم. آخه دارم آفلاین بازی میکنم. 2 پارتش هم میکنم. شاید با ویدیو بقیه گفتم یورتراک جدیده رو بازی کنم. بچه اگر شما باشی جای من چه کامیون رو میگیرید؟ کامیون داف قدیمی، کامیون داف جدید، یا اون جدید که تازه اومده جدی ها الان آلمانی ها خریدن. فقط باید بریم.
او 94 کیلومتر دیگه باقی مانده است بچه ها. لازم بایستا بچه میدونستی در واقع من دارم کار میکنم که انقدر پول دارم 3000 تا. من میخوام اینا رو نگه دارم، شاید این کامیون رو فروختم، شاید هم نه، چون یه داداشم دارم که 18 خب میگه برو بنز بگه، چون یه اکانت هم خودش داره ولی بازی نمیکنه اینا. اینه الان ولی ما شاید اکانتشو بردیم بالا. میگه بنز بگی که خوش رفته رو و خوب میشه اسپورت کرد. تو کامنتو بنویسید چه کامیونایی، مثل کامیون داف و این چیزا. حالا من بیشتر عاشق اون جدیده نه، این جدیده که تازه نیومده، همون نمیدونم 1 سال پیش 2 سال پیش اینا، همون داف جدیده. داف قدیمه میگم همون دافه که خیلی قدیمیه. اون داف جدیده اونی که این شکلیه، خنده داره این شکلیه، اونو من بیشتر دوست دارم از همه. بذار اصلا عکسشو بیارم بچه، یه لحظه باشید الان میام، یه لحظه باشید بچه نیست بچه صف وای نیست بی زحمت. قبل همیشه میریم دیگه، چیکار میشه کرد. بریم بچه شاید رسیدیم به اونجا 2 پارتش کنیم، من دیگه خداحافظی کنم بچه. شاید 2 پارتش کنم یا نه شاید، ولی اگر 2 پارتش نکنم خیلی طولانی میشه، شما خسته میشید بچه. الان ما میرویم بچه. این اولین ویدیو یوتیوب همه، الان دارم فیلم میگیرم تا بذارم تو یوتیوب. کانال منم چنل یوتیوب هم میدونید، چنل اینستام هم بذارید به انگلیسی اهورا فاصله 1394 برای چی هم میاره برای شما. قبلا من یه رنو داشتم ولی الان ویدیوشو نمیدونم، شاید ویدیو از اون موقع نذاشتم. آره بابا اصلا اون موقع یوتیوب شروع نکرده بودم. یه رنو داشتم که بدون تقویت بود، من اون موقع لول 2 اینا بودم، 3 اینا. نخوره داره جانت نخوره. من از این پیچه خیلی میترسم، چون وقتی میخوره به اون میله ها دیگه دهنم سرویسه. 1% خراب میشه، 2%، 3%. الان با همین چی اینا اگر بیاره نگاه ایناهاش، این 5% تصادف کردم به خاطر همین پیچه که الان شما دیدید. بچه ها بزن بریم، وای 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 بزن بریم. چرا آهنگ نداریم؟ هی روزگار. بچه الان براتون سوال من چرا صدای بچه دارم در میارم، چون من 9 سالمه، تازه دارم یوتیوب شروع میکنم. خب ببینیم. شاید من کامپیوترم هم یکم تقویت کردم با یه ویدیو دیگه برید اگر خسته شدید با این ویدیو، اگر خیلی گذاشتم. آخه بازی دیگه هم دارم، 2 تا فقط بازی دارم خب، که اون مدل وارفایه نمیدونم جنگیه ولی اسمشو یادم رفته. حالا تو ویدیو بعدی هم میذارم شاید. خب 16 کیلومتر دیگه مانده فقط که رسیدیم بچه. از اینجا دیگه شاید 2 پارتش کنم، شاید الان خسته بشید. الان براتون پیش میاد از جالاش هم بگیر، از خود کامیون نه بچه. یه لازم من فقط یه جا پارک کنم بهتون نشون میدم. تو کامنت هم بنویسید چراغ بالای هم چجوری روشن کنم.
یعنی همینا اینا. بچه اول میدونستی قبلنا یه کامیون اسکانیا داشتم، اسکانیا بدون اسپورت، چون من 0 لول داشتم یا لول 2 3 بودم. خب بعد یه خطایی داد که میگه شما باید یه کد وارد کنه. من اون کد رو اصلا یاد نداشتم، به داداشم گفتم، اونم حوصله نداشت. خب بعد گرفتم اکانت اون یکی رو حذف کردم، بعد یه اکانت دیگه ساختم، رنوی خریدم، بعد اونو فروختم که ولوو رو خریدم دیگه. الان من لول 5 هم حالا نزدیک های لول 6. بچه ها میدونست یعنی چند اسب بخار موتورم؟ 750 اسب بخار. یه چیزی نخور، دور جانت نخور دیگه. ای بابا. خب قرار بریم از اونجا دیگه 2 پارتش میکنم. از اونجا اینو میذارم تو یوتیوب، بعد میرم 2 پارت دیگه‌ش هم میذارم. بچه ها فابم باید این بری پیچم. خب بچه ها وای نیاد، دور جانت نیاد. ای من اینجا رو من کات میکنم بی زحمت. این رفت. بابا من ببخشید من ریدم تو این بازی بابا. چی شد بابا؟ خب بچه ها از اینجا دیگه 2 پارتش میکنم از همینجا. خب بچه ها راستی بیان کامیونم هم بهتون نشون میدم. خاموش کنم که صدا اینا ای وای چی بود افتاد. خب اینا نهاش نگاه، از اینا گذاشتم آفتاب گیر، از اینا گذاشتم یه موتور خیلی قوی گذاشتم، از اینا هم گذاشتم، از اینا اگر تو ویدیو نشون بده با 1 تا از اینا. بچه تو کامنت تو رو جانتون. خب اینا بگم من باید چی توش روشن کنم. اصلا من همیشه روشن میکنم. با این نگاه قشنگ نور چرا نمیده بچه؟ چرا نور نمیده؟ اوه خاموشو نگاه روشن نمیشه بچه. نگاه کنید حتی اینم میزنم که چرا بالا روشن نمیشه. خدای بگید اینو خدای بگید. خب پس خداحافظ.